نام خدا. درس چهارم، مزایای شرکت در دوره ICDL چیست؟ ما در درس قبلی اهداف ICDL رو بیان کردیم و گفتیم 4 هدف اصلی دارد که هر کدوم اونها را به طور خلاصه برای شما عزیزان در درس قبلی آموزش دادیم. اما در درس چهارم میپردازیم به مزایای شرکت در دوره ICDL که خب ما می‌خوایم در این دوره شرکت بکنیم، چه مزیت‌هایی دارد و چه خوبی‌هایی برای ما دارد. و همونطور که اینجا گفته میگه یادگیری مهارت‌های 7گانه یا ICDL و اخذ مدرک آن مزایای زیادی به همراه دارد که ما به طور خلاصه به 5 مورد اون اشاره می‌کنیم و این 5 مورد رو به ترتیب برای شما عزیزان خواهیم گفت. اولین مزیت آشنایی با کامپیوتر هست. خب همونطور که می‌دانید در دنیای امروزی اگر شما در کنار رشته‌ایتان کار کردن با کامپیوتر رو بلد نباشین یک ضعف به حساب میاد. به این معنی که اگر شما بعد از فارغ التحصیلی بخواید در یک اداره‌ای، در یک سازمانی، در یک شرکتی بخواید استخدام بشین، کار با کامپیوتر رو بلد نباشین، خب طبیعتاً یک ضعف هست و حتی ممکن هست که هر چقدر در اون رشته‌ای که دارین توانا باشین، اگر با کامپیوتر نتوانین کار بکنین ممکن است هم حتی استخدام نشید. پس یک برتری هست، یک مزیت هست که شما در دوره ICDL شرکت می‌کنین و با ساختار کلی کامپیوتر و همچنان کار کردن با کامپیوتر رو بلد میشین. دوم، کار با نرم افزار آفیس هست. یکی از ملزومات زندگی در دنیای امروزی هست. واقعا همونطور که در مهارت‌های 7گانه اشاره کردیم به آفیس، گفتیم در درس ورد که رسیدیم باز در مورد آفیس هم صحبت می‌کنیم که چند تا برنامه آفیس هستن که واقعا در تمام ادارات از اونها حتما استفاده می‌شود که در مهارت‌های 7گانه گفتیم مثل ورد، اکسل، پاورپوینت، اکسس، اینها همون برنامه‌های آفیس هستن که گفتیم واقعا یکی از ملزومات زندگی در دنیای امروز است که اگر شما ورودی بکنید به بازار کار، در ادارات، در شرکت‌ها حتما از نرم افزارهای آفیس استفاده می‌کنن که گفتیم مثل ورد و اکسل و پاورپوینت و اکسس و اینها. پس یک برتری هست، یک خوبی هست که شما در این دوره شرکت می‌کنین و کار کردن با برنامه‌های پرکاربرد آفیس رو باهاش بلد میشین. سوم، افزایش شانس استخدام در بازار کار در داخل و خارج کشور هست که یک مزیت هست، یک برتری هست که شما اون شانس استخدامتون در شرکت‌ها در داخل کشور و خارج کشور افزایش می‌یابد و یک برتری محسوب می‌شود. خب چه بهتر از این؟ خب همونطور که ما در درس اول هم گفتیم ICDL خودش چی هست؟ یک گواهینامه بین المللی هست. پس هم در داخل کشورتون و هم در خارج کشور که گفتیم 149 کشور در جهان هستن که مدرک ICDL در اونها اعتبار دارد و میتوانید از مزایای مدرک ICDL در 149 کشور بهره ببرید. پس افزایش شانس استخدام در بازار کار داخلی و بین المللی. 4، مهاجرت کاری. حتی شما میتونید که بعد از گذراندن دوره ICDL و گرفتن مدرک ICDL مهاجرت بکنید. یک مزیت به حساب میاد. خاطر اینکه شما اگر از یک رشته دیگه فارغ التحصیل شدید در کنارش هم مدرک ICDL داشته باشین، طبیعتاً شانس شما در استخدام بالا میره و حتی میتونید مهاجرت بکنید به این 149 کشوری که گفتیم که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم قابل تایید است و این مدرک اعتبار زیادی دارن. پس میتونید که حتی مهاجرت کاری هم از طریق مدرک ICDL داشته باشید. و آخرین مزیت فرصت تدریس در مراکز آموزشی هست که شما میتونید بعد از فراگیری این 7 برنامه پرکاربردی که در دوره ICDL برای شما تدریس میشود، شما اینو فرا بگیرید و برین در سایر آموزشگاه‌ها تدریس بکنید و این خوب گفتیم یک مزیت و یک برتری برای شما هم محسوب میشود. خب همونطور که در اول سخنرانی خودم گفتم واقعا مزایای بسیار زیادی داره که شما در دوره ICDL شرکت بکنید. گفتم و باز هم میگم که در دنیای امروزی واقعا داشتن مدرک ICDL و یاد گرفتن همین 7 مهارتی که ما در درس‌های قبلی گفتیم یکی از ملزومات و یکی از واجبات ارزم به حضورتون که دنیای امروز است که شما در کنار اون رشته تحصیلیتون باید مدرک ICDL رو داشته باشین. خب ما خلاصه‌ای از مزایای شرکت در این دوره رو اینجا به طور خلاصه گفتیم، ولی گفتیم مزایای فراوانی دارد که شما بعد از فارغ التحصیلی باز حتی با این مزایا بیشتر آشنا میشین و اون وقت هست که متوجه میشین که واقعا مدرک ICDL یک نیاز بوده و هر کسی در کنار اون رشته‌ای که دارد باید حتما این مدرک رو داشته باشد. موفق و کامیاب باشین. خدا نگهدار.